میخواستم قابل جانکا از تاریخ سرود دختر اورمیتن معلومات میدادند. سلامت باشن، قربون باشن. سلام. میگم که شعر از زنده یاد عبیدالله شیرین است. که زاده یاوان هستن، یاوان بودن، یاوان هستن. وقتی که یک بار در گزیت قائله کار میکردن، خانه آمدن، همراه صحبت کردیم، میگفتن من با برادرتان خرسم مراد، برادر عزیز مهربان من، هنرمند شایسته جمهوری تاجستان، من امروز بسیار شکرانه میکنم که در پهلوی من هستن، در قنات من هستن. گفتم من برادرتان به یک شعر داده بودم، دختر اورمیتنی. خلاصه باز گفتم خبید یک بار دیگه همین شعر به من پیشکش کنید. شعر را گرفتیم، همراه شاگرد عزیزم سید احسان جان مقصود کار کردیم. من به اول تاریخی روایتی زرافشان باره خواندم. من برادر گفت که بیت همین تاریخی خطلانی میکنیم، ریتمی خطلانی. همین خواندم و در دل دیدی مردم جا شد. آجی باور کنید چندین سالا میشد که اگر من سرودی بی بی ریحان و بابا رحمان خطی سرود همراه استاد عزیز خواستی هنرمند مردمی جمهوری تاجستان خواستی زرافشانی من شناخته باشند و امروز با همین سرود مرا در کلی این شعر، این سرود سرحد ندارد. در وادی زرافشان در خوجند هم میخوانم، در دل مردم جا شد. در ولایت ختلان حافظه جوان میخوانند. امروز من شکرانه میکنم که همین سرود بار در دل دیدی مخلصا جا شد. دختری اورمیتنی من جانم و تو تنی، دختری اورمیتنی من جانم و تو تنی، رشته عشقی مرا میکنی و میتنی، رشته عشقی مرا میکنی و میتنی.